در پایتخت گرجستان هواداران سابق سروزیر این کشور و نام میرابیشویلی به نشان اعتراض از معامله به گفت میرابیشویلی نامناسب اثنای بازداشتش گردهمایی تشکیل کردند. به قول سروزیر سابق گرجستان، روزهای اخیر پلیس او را از حجره محبس بیرون کرده تهدید نموده است که اگر درباره مرگ زوراب ژوانیا آن زمان سروزیر گرجستان معلومات ندهد، رفیقان و نزدیکانش را هم زندانی خواهند کرد. ژوانیا سال 2005 در شرایط ضد و نقیض هلاک شده است. میرابیشویلی با اتهام سوء استفاده از قدرت، نادیدگیری کشتار و جنایت‌های دیگر ایبدار می شود. در پایتخت قزاقستان آستانه، بعضی ساکنان این شهر در نزد اداره دادستان کل جمع شده بر ضد به گفت آنها اخراج غیرقانونی اجاره گیرندگان از منزل زیستشان صدا بلند کردند. پلیس با عیبنامه گردهمایی بدون اجازت بعضی فعالان این چاره‌بینی را بازداشت نمود. در مسکو حامیان بین المللی حقوق بشر نتیجه تحقیقات ناآرامی‌های میدان بلاتنای مسکو را که ماه می سال 2012 به وقوع پیوسته است نشر نمودند. به قول آنها ناآرامی‌های میدان بلاتنای در بسیاری حالتها بعد اغوای پلیس روی داده است و نمیتوان با مقامات روسیه موافق بود که حادثه خشونت دستجمعی است. از احتمال دور نیست که بعضی اشتراکچیان ناآرامی‌های بلاتنای مورد عفو قرار گیرند. در کیف آوازخوان معروف روسلانه به گردهمایی طرفداران اوکراینی اتحادیه اروپا همراه شد. گردآمدگان از اتحادیه اروپا تقاضا کردند که رژیم روادید میان اوکراین و اتحادیه اروپا سبکتر شود. 3 هفته این جانب در پی خودداری حکومت اوکراین از امضای سازش همپیمانی با اتحادیه اروپا، کیف را راهپیمایی‌های بدون توقف مخالفین تکان می‌دهند. در پاکستان پلیس مکان بمبگذاری مرگ طلبانه در کنار مسجد مسلمانان شیعه شهر راولپیندی را محاصره نمود. در این حادثه 4 نفر و من جمله 2 افسر پلیس کشته شدند. به قول شاهدان بمبگذار می‌خواست داخل مسجد شود ولی پلیس او را در نزد درآمدگاه متوقف کرد.